سلام. یکی از اهرم‌های پروپاگاندای حکومتی خامنه‌ای صنعت به اصطلاح مستندسازیه که خود خامنه‌ای روی این رشته هنری خیلی حساب کرده. فیلم مستند یکی از اقبال‌های هنری امروز جمهوری اسلامی. هنر انقلابی هنر هست و در عین حال توش دروغ نیست، فریب نیست، فساد نیست، اغوا نیست. اینا هنر اسلامی. البته اگر کسی کارنامه مستندهای حکومتی رو مطالعه کرده باشه میبینه که تنها عناصر تشکیل دهنده مستندهای حکومتی همین 4 تاست، یعنی دروغ، فریب، فساد و اغوا. میگی نه؟ یه نمونه بهت نشون میدم. یه مستند باسمه‌ای تازه سرهمبندی شده از مؤسسه‌ای به اسم آرمان مدیا که خیلی میخواد توی خود مستند ثابت کنه که مثلا خصوصیه و به نظام اصلا ربطی نداره. بله شما پدرتون، مگه شما آقای شمقدری نیستین؟ پسر یکی از بالاترین مقامات سینمایی رژیم اومده با لبخند و سلام و فکر میکنه الان ملت باش تحویلش میگیرن یا باش همکاری میکنن. تو اون برچسب روی چی میگه؟ بخون نوشته آرمان مدیا، مؤسسه ما. آرمان مدیا چی هست؟ مؤسسه خصوصیه. آها. ما این مؤسسه خصوصی با پول. بله. جوابشو بشنو. آفرین. با پول. جوابشو بشنو. ما با پول شخصی مستند میسازیم. تو سایت یک فیلم میفروشیم به آدما، یوزر. خصوصی داریم کار میکنیم. بله، این آقای خصوصی که خیلی داره با پول شخصی کار میکنه یه آقازاده‌ایه به اسم حسین شمقدری، پسر جواد شمقدری. جواد شمقدری هم برای خودش بروبیایی داشته توی نظام. معاونت سینمایی وزارت ارشاد بوده، معاون رئیس جمهور نظام بوده، برای احمدی نژاد فیلم انتخاباتی درست میکرده. تو همین مستند خصوصی هم مشاور اعظم بوده. خود این پسر شمقدری هم دست کمی از باباش نداره. خودش مستندساز و مجری حکومتی تلویزیون آخوندیه. با رفقای بسیجیش یه بنگاهی زده به اسم آرمان مدیا که مثلا این خودش رئیسشه. چپ و راست هم مستندهای سفارشیش توی تلویزیون حکومتی، اونم تو شبکه خاص باند خامنه‌ای یعنی شبکه افق پخش میشه. آرمان مدیا هم دائم از طرف تصنیم یعنی خبرگزاری نیروی تروریستی قدس و مشرق و سایر رسانه‌های حکومتی تبلیغ میشه. ولی همه اینا یه طرف، بذار یک عکس خصوصی بهت نشون بدم از همین حسین شمقدری در دیدارش با رهبر مفسدین جهان که 21 دی 96، یعنی درست یه هفته بعد از قیام اون سال 96 بود. اون موقع خامنه‌ای مستندسازای بسیجی رو جمع میکنه که بهشون مأموریت خاص بده که این حسین شمقدری هم جزو اوناست. بعد خصوصی کار میکنی ها؟ با پول شخصی. خصوصی کی بودی تو؟ سفری آغاز کردم که خیلی‌ها گفتن این سفر برات خطرناکه. همونطور که حمید نوری رو به محض ورود به سوئد تو همون خرطومی هواپیما دستگیر کردن و الان بیش از 3 ساله که تو انفرادیه، ممکنه که تو هم بگیرن. وای چقدر خطرناکه این سفر. طرف استاکو انداخته رو دوش، داره برای خودش تو فرودگاه سیر و سیاحت میکنه، هیچ کی هم بهش کار نداره. ولی چون میخواد تو این مستند در نهایت اون قتل عام 67 رو توجیه کنه، از اول یه فاز وای مجاهدین چقدر ترسناکن و میخوام منو بکشن میگیره. تلاش میکنه جا به جا این خطر خیالیش رو هم جا بندازه. هر جایی تو شهر میرفتم احساس میکردم یکی انگار دنبالمه. همیشه مواظب پشت سرم بودم. از آدمای مشکوک اطرافم عکس میگرفتم. همین سفری که من اومدم به خاطر اینکه خب قرار بود بریم تو موقعیتی که خطرناکه و با اون سازمان مجاهدینی که چه هیچ حد و مرزی ندارن و به من خیلی گفتن که اصلا نرو، خطرناک. اگه میری جلو نرو، پیششون نرو. آجی کلا حالا این خطری نداره مثلا نزدیک شدن به این. چجوری مثلا؟ یعنی چی آخه؟ چطور مثلا چه دیگه؟ همین راه‌ها بتونم خیابون کنه بیارم، بتونم ایران میزنمت، بتونم قطر میزنمت، تو هوا میزنمت، کاری نداره که.
نعل وارونه اگر تصویر داشت میشد این. ببین، مجاهدین باید نگران کارهای تروریستی شما باشن یا شما؟ یه مورد تو بگو که یکی از مهره ها یا سران رژیم تو اروپا حذفاً بذاری کنار، فقط اوف شده باشه. دوتا هم نه، یکی فقط. حالا بذار من برات بگم از تجربه کارهای تروریستی شما تو این 40 سال تو همین اروپا. دکتر کاظم رجوی در سوئیس، محمد حسین نقدی در ایتالیا، فائزه رجبی در ترکیه، قاسملو در اتریش، شرفکندی در آلمان، بختیار در فرانسه. لیستش که ته نداره. تازه همین آخری اسطوراتون رو میگم، با بسته دیپلماتیک بمب آورده بود، میخواست یه سالن پرجمعیت رو ببره رو هوا، پلیس گرفتش. یعنی تهدیدی هم اگر باشه از سمت شماست برای پناهندگان ایرانی، چون سابقه امر اینو نشون میده که شما همواره دنبال فعالیت تروریستی و حذف فیزیکی مخالفان حکومت در اروپا بودید. همین شب اول کمپینی علیه من توی توییتر شروع شد که برین به پلیس امنیت سوئد گزارش بدین جای این افراد تو اروپا نیست. پس چی؟ میخواستی بعد از این همه کار تروریستی با یه جعبه شیرینی بیان استقبالت؟ اولین و ضروری ترین اقدام هر ایرانی آزاده باید این باشه که به پلیس بگه آقا اینو بندازید بیرون از این کشور. چرا؟ چون اومدی خارج، داری از چهره پناهنده ها فیلم میگیری، شناسایی میکنی، بعد میبری تو تلویزیون حکومتی نشون میدی. مگه نکردی این کارو؟ به این میگن جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای حکومت تروریستی آخوندی. ولی خصوصیه ها؟ مجید نوری و خواهرش برای شرکت تو دادگاه پدرشون اونجا بودن. منافقین به هیچ عنوان گفتگو نمی‌کردن. برای همین رفتم سراغ خانواده نوری. یعنی بیرون رو میبینن اینا؟ الان میبینن شما رو بابا؟ به ما گفته کنار این تابلو سالنتونا وایسید میبینه. برام خیلی عجیب بود. یک زندانی که حتی میتونی بیرون هم ببینی. آقا مجید الان واقعا یه سلولی که قشنگ تو میتونی خیابون رو ببینی، واقعا خیلی شرایط بغرنج این سلول. فقط آقای حسین آقا ما همش میگیم سلول شیک، تختش خوشخوابش عالی. آقا ما فقط انفرادی رو داریم میگیم، عدم ارتباط چرا الان چرا من رفتم تو دادگاه میگم بذارید بهار رو بیاریم، خب یه لحظه باباشو دیگه نه، خب چه اشکالی داره نوه الان بیاد پدربزرگش یه لحظه ببینه یا ملاقات بره، این چه ایرادی داره؟ خب این شکنجه نیست. یه چیزه میگن که بچه از تو رویش تاثیر میذاره، ندیدن پدربزرگ تو 3 سال تاثیر نمیذاره. شبا که بچه من گریه میکنه کیه که بیاد بگیره؟ شیک حالا وای حقوق بشر کجایی؟ چه فاجعه‌ای! بهار نمیتونه پدر بزرگ قاتلش رو ببینه، فقط میتونه از فاصله دور دست تکون بده. آقا اصلا دیدن این فیلم برای زیر 18 سال باید ممنوع باشه. واقعا کلمات شرم میکنن برای توصیف این صحنه. طرف یکی از دستاندرکاران بزرگترین جنایت علیه بشریت بعد از جنگ جهانی بوده، بعد گرفتنش و بعد از 90 جلسه دادگاه یه سویت دربست بهش دادن با پنجره رو به خیابون، اونم تو سوئد. بعد بچه‌هاش هم پول و بلیت گرفتن، دم به دقیقه سفر سوئد میرن میان، گشت و گذار میکنن. هر وقت هم که دلشون بخواد میتونن بیان جلوی پنجره سلول باباشون دست تکون بدن. بعد به این میگن شکنجه. ولی اینکه دم قیام تو همین هفته‌های اخیر اومدن اکثر خانواده‌های شهدای قیام رو گرفتن، بازداشت کردن و اصلا خبری هم ازشون نیست، اینا شکنجه نیست. آقا اومده فرزند طرف رو تو خیابون کشته، سنگ قبرش هم شکونده، بعد خانواده طرف که فقط برای بچهش سر مزارش تولد گرفته، نذری داده، اونم گرفته. کجا برده؟ زندان مخوف اوین. یعنی پنجره رو به خیابون که نداره، هیچ، نه تصویری ازش هست، نه خبری ازش هست، نه اصلا معلومه که طرف سالم بیرون بیاد از اونجا. واقعا به بعضیا باید گفت که چیزی که پایانی نداره وقاحت مالکشه. خب آقا اعدامای 67 کار درستی بوده؟ ببینید کلی بگید. چرا میگی 67؟ اعدام کار درسته یا غلطیه؟ من نمیدونم. الان یکی داره میره، داره میگه آقا من دارم به خودم بمب میبندم برام پل منفجر کنم. فرض کن مثلا 50,000 نفر روی پل دارن رد میشن. خب چیکار کرد جدی؟ کلی آدم اون بالا، یه نفرم داره میگه آقا من دارم میرم ستونه این پل منفجر کنم. تو هم اسلحه داری، تو هم نیروی امنیتی. بابا چیکار میکنی؟ یه وحشیه. رفیقاش پلای دیگر رو منفجر کردن ها. یعنی شما دیدی رفیقاش رفتن مثلا دیدن یه دختری روسری داره با روسریش خفش کردن، یه
اتوبوسی بوده آتیش زده، شما دیدی، حالا داره میگه میرم این پلم منفجر کنم. یک رفیقای همونا چی کار میکنی؟ اما کار درست چیه؟ 50,000 نفر جونشون در خطر بندازیم یا جون خودم و اونو؟ یه حاکمی هم وجود داره، یه فرماندهی هم میگه آقا اونو بگیرش، ولش میکنی. خیلی کار غیر عقلانیه، یعنی اصلا ربطی به اسلام و اینا نداره. تو سوئد هم ببینن میگیرنش. بله، اینم نمونه موفقیت آمیز تولید شیشه، اونم از نوع صادراتیش از بیت ولایته. نمیدونم چرا برای مبارزه با قاچاق میرن کشتی‌ها رو میگردن، این که خودش اینجاست. آخه یه جفنگی گفت که خودش هم نفهمید داره ملق میزنه یا پشتک. پل کجا بود؟ 50,000 نفر کجا بودن؟ کی کوره پشتی بسته بود؟ شما رفتید 30,000 زندانی دست و پا بسته که تو زندانهای خودتون بودن، حکم داشتن، حکمشون هم تمام شده بود، فقط به جرم سر موضع بودن، یعنی به خاطر اعتقاد قلبیشون اعدام کردید. این چرت و چوله ها چی میبافی تو؟ آقا سال 67 در این مملکت 3,000 زندانی که داشتن حبسشون می‌ذاشتن بردن دار زدن. این جنایت، این با هیچ فکری جور در نمیاد. آقا این روزنامه پخش کرد، روزنامه خودی کار کردن 3 سال 2 سال زندان داشت. تو به چه حقی رو بردی؟ بازجویی کردی که آقا سر موضع هست، مگه سر موضع بودن جرمه؟ سر موضع بودن یک رفتار قلبی از جرم اصلا نیست. من یه موضع قلبی دارم، جرم نیست. تازه این حرف کسیه که قبلا آخوند بود و از خودتون بوده. جنایتی که تو سال 67 کردید اینقدر بزرگه که 90 جلسه دادگاه گذاشتن، تازه فقط یه ذره‌اش رو شده، یعنی فقط چند روز مرداد 67، اونم فقط در گوهردشت. بعد تو میخوای با یه مستند دوزاری جمعش کنی؟ آقا فضای جامعه رو تو اون لحظات درک کنید. بچه اون بالای پله، دختر بچه، نوزاد، مادر، پدر، پیر، جوون، غیر معتقد بالای اون پله. اینم داره میره اونو منفجر کنه. شما هم دیدی جای دیگه کرده، اسلحه دستته. نباید اون پل منفجر شه. آدم اون بالای پله، جون آدم ارزشمنده. وقاحت و رذالت اگر برای همه حدی داشته باشه، برای شما اوپنه. واقعا چقدر میگیرید خون میشورید؟ آخه اگر به کشتن زن و بچه‌ای مردم باشه، اونایی که تو حرم امام رضا بمب گذاشتن چی شدن؟ اونایی که هواپیمای اوکراین رو زدن چی شدن؟ اونایی که بهنود و مهرداد و نیکتا و پژمان و 1500 جوون رو 98 تو خیابون زدن چی؟ اونایی که کیان و خداداد و حدیث و نیکا و حمیدرضا و 750 جوون رو پارسال زدن چی؟ اونی که بمب دستش و 44 ساله که داره این مملکت رو منفجر میکنه شمایید. تهدید اول و آخر ملت ایران شمایید. بابا شما همونایی هستید که بچه مردم رو تو خیابون تظاهرات میکرد، به نبود آزادی اعتراض میکرد، میگرفتید درجا اعدام میکردید، شب تو تلویزیون خبرشو میدادید. اینقدر که محرز بشه در تظاهرات شرکت کرده بلافاصله اعدامش خواهیم کرد و کوچکترین درنگی هم نخواهیم کرد. همچنان که روز گذشته کسانی که در تظاهرات 2 یا 3 روز قبل شرکت کرده بودند اعدام کردیم. این تمام تصویری بود که همه دشمنانش او را با آن معرفی می کردند: بیرحم، جلاد، سنگدل و بی‌منطق. و باید بدونند کسانی که در این تظاهرات شرکت می کنند کیفری جز مرگ نخواهند داشت. ترکیبی از رذالت و جنایت در یک سکانس. تازه این جانور سقط شده انگشت کوچیکه خمینی بود. توی این 44 سال شما جنایت‌هایی مرتکب شدید و بلاهایی سر این مردم، جوانهای معترض و فرزندان مقاوم و مجاهدشون رو آوردید که دیگه کف حداقل مطالبات مردم سرنگونی تمامیت این نظامه، از صد تا ذیل. بعدش هم تازه باید تک تکتون بیاید پای میز عدالت. این مستندهای سفارشی هم نمیتونه چیزی رو توی این سرنوشت تغییر بده. وقت بخیر و خدا نگهدار.